ای برادر یک زمان خاموش کن، این حکایت را زمان گوش کن. ای برادر یک زمان خاموش کن، این حکایت را زمان گوش کن. یک پگاهی عید در مسجد رسول، وضع می گفتن با اهل قبول. جمله یاران همه از وحد و وعید، میشنوند از قول ایشان مستدید. یک فقیر ناتوان آمد زیدر، یک فقیر ناتوان آمد زیدر، هر دو چشمش آبی چشمان گفت تر. چون سلام داد با خیر البشر، شد به تعظیم هر دو دستان پیش بر. روی خود گردان حضرت سوی و گفت مفلس مقصدی خود را بگو. گفته که ای حضرت ای صدری کبار، کافر دارد به من قرضی 1000. یا رسول الله نمیدانم نهان، یک دو دختر داشتم از مال جهان. این پگاهی عید آمد آن یهو، هر دو دخترم ز پیش من ربو. چون نشد حاصل من یک دانه جو، دخترانم را ببرد کافرگرو. آمدم پیشی تو منظار و اسیر، تو می درماندگان را دستگیر. جملگی از خواب نالان آمده، هر کسی هر صبح به ارمان آمده. جملگی از خواب نالان آمده، هر کسی هر صبح به ارمان آمده. چون کی کردین قصه را مفلس بیان، آب از چشمان حضرت شد روان. آمد اینجا همتی حیدر بجوش، نعره زد آمد آنجا در خروش.
رفت و برون از میانیان همه شد به خانه دید او را فاطمه فاطمه گفتا ای شعری خدا سازمت جان و دلی خود را فدا چهره‌ات امروز شاهم زرد چیست در وجودی نازکت این درد چیست شایی مردان گفت پشی فاطمه این حکایت آی مفلس را همه چون که پیش آمد مرا از اختصاص دخترانش را کنیم از غم خلاص فاطمه گفتا امیری نامدار از منی مسکین چی میخواهی بخواه گفت میخواهم حسن را با حسین در گرو مانم با کافر بهریدین فاطمه گفتا ای شعری خدا از منی مسکین چی میخوایی بخواه این چنین گفتا امیری نامدار بر تو کردم هر دو فرزندم نثار گفت که اکنون شانه کن سرهایشان بعد از آن بوسم سر تا پایشان فاطمه سرهایشان شانه کرد بعد از آن رو جانبی غم خانه کرد شد روان از هر دو چشمت جوی خون چون کی کرد از خانش حیدر برون حیدرشان را برون از خانه برد دستشان بگریفت بر کافر سپرد گفت شاهان در گیرو گیر یهوده تا که پیدا سازم قرضی تو زود دخترانی آن فقیر آزاد کن آن غریب و بینوا را شاد کن حیدران مسلمه ها را شاد کرد چون زیبندی آن یهود آزاد کرد دخترانی مفلس را برد و داده مفلسی به چاره را کرد است و شاد چار باغ داشت آن کافر عیان برد و آن شهزادگان را اندران یک دو بیل داد به دستی هر کدام کرد و تعیین هر دو را در یک مقام
گفت که چاه کند شما از بحر من، چون که دایم بود این مقصود من. تا کی باشد او حوضی بگران، آب بگذرانه در وی یک زمان. تا کی باشد او حوضی بگران، آب گذرانه در وی آن زمان. چون کی کردین حکم و کافر در شتاب، رفت به خانه مان به بستر سر به خواب. یک دو بیری چون زدند آن گورخان، دستشان آبیله کرد در آن زمان. دست برگردن به هم آمیختن، رو به سوی امثالا ساختن. ای خدایا رحم کن بر حال ما، گشته امروز در غم مبتلا. غیری درگاه تو ما را راه نیست، هیچ کس از حال ما آگاه نیست. به کسان را چون تو باشی دستگیر، ما دو تن هم به کسی و هم اسیر. به کسان را چون تو باشی دستگیر، ما دو تن هم به کسی و هم اسیر. دید آن کافر قیامت را به خواب، خلق عالم جملگی در اضطراب. یک تنابه بود اندر گردنش، میزد آتش و زبانه بر تنش. ناگهان دید آن حسن را با حسین، هر یکی گلدسته ها بر سر زده، دامنی همت در آنجا بر زده. آسیان از بحر دوزخ میکشند، آن زمان شهزادگان بین سوی جنت می روند. آسیان بر قعر دوزخ می کشند،
آن زمان شهزادگان بین سوی جنت می روند. رفت و کافر دامنی اشان گرفت، پیشی اشان توبه و افغان گرفت. گفت اگر سازه از زیناتش برون، جملگی قرضم گذشتم من کنم. در میان آتش ور نیز داشتم، از میان آتش برداشتن. چون کشیدن مالکان سوی جهیم، دید در چشمش عذابی سرعلیم. تازی خوابی خورترین و برون از نار شد. تازی خوابی خورترین و برون از نار شد. به سر و پا جانبی باغش دوید، جانبی شاهزادگان رو آورید. هر دو افتادند و اندر استراب، ما چی میگویم در این کافر جواب. لرزه ای افتاد سر تا پایشان، لیک کافر ماند سر در پایشان. من کی دانستم این دینی شما، هم شفاعت رست آیینی شما. توبه ها در پیش شاهان آورید، دستشان بگریف ایمان آورید. جامه و دستاریشان را همه، جملگی برداد پیشی فاطمه. چون که شد لطفی کریمی کارساز، بعد از آن رفت آن حضرت در نماز. چون که شد لطفی کریمی کارساز، بعد از آن رفت آن حضرت در نماز. یا الها یوسفی را شاد کن، یا الها یوسفی را شاد کن. شاد کن از بند غم آزاد کن.